پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 16 مارس سال 2023 در هیئت اداره‌های دولتی یک سلسله تغییرات کادری انجام داد، از جمله با فرمان پرزیدنت جلیل‌زاده خسرو بنابر به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون رئیس سود اقتصادی ولایت ختلان آزاد کرده شده، میرزازاده پرویز رئیس سود اقتصادی ولایت سوخت تعیین کرده شد. همچنین با امر پرزیدنت نظرزاده زدینه معاون مدیر اگنتی امور تعیین گردیده. با قرارهای حکومت خیرزاده شکرالله که تا امروز معاون وزیر معارف و علم بود، از این وظیفه آزاد و رکتور دانشگاه دولتی دنغره تعیین کرده شد. خیرزاده در این مقام شایان نورعلی نبات را عوض کرد. شایان با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه رکتور دانشگاه دولتی دنغره آزاد کرده شده است. همین طور با قرارهای حکومت شیرزاده ستاره با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون مدیر تاجیک استاندارد آزاد کرده شده، به جای رستمزاده ملاحت معاون رهبر این اداره تعیین گردیده است. علمزاده اسرائیل با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم و معاون سردار خدمات نظارت دولتی بخطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده و میرزازاده اردشیر عبدالغفار که تا امروز معاون عادی رهبر این نهاد بود، معاون یکم و عزیززاده تبسم معاون سردار خدمات نظارت دولتی بخطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تعیین شد. همچنین با قرارهای حکومت جمعزاده صبور به سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون مدیر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری آزاد کرده شده. ظریفزاده خورشید معاون یکم و سفرزاده علی معاون رهبر این اگنتی تعیین کرده شدند. همچنین با قرار حکومت از 16 مارس کریمزاده رعنو معاون رئیس کمیته بخطری اوضاع قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شده است.